از کشش و جذبه علم و هنر باغ عمری آدمی بدهد ثمر. درودی به پایان به شما بینندگان ارجمند تلویزیون علم و طبیعت. نشر سیوم برنامه تلویزیونی جاذبه است منظور شما. و امروز در این برنامه تصمیم گرفتیم که با یکی از دانشمندان و روشنگران معاصر ملی استاد جمالدین سعیدزاده که یک عمر با برکت خود را صرف آموزش شاهنامه فردوسی کردند و در زمینه شاهنامه و در زمینه شخصیت فردوسی مقاله و مطالب زیاد، کتاب‌های زیادی به نشر رساندند و ناگفته نماند که تا امروز زیاده از 70 جلد کتاب استاد انتشار یافتند که به موضوعهای گوناگون و متناسباً به یک موضوع متمرکز شدند و اونم روحیه ملی و هویت ملی. تشکر با شما استاد که دعوت ما رو پذیرفتید و به این برنامه تشریف آوردید. و امروز عنوان برنامه را گذاشتیم شاهنامه حکیم فردوسی به عنوان پروژه استراتژی دولتی و سیاسی و مفکوروی و فرهنگی و مدنی. من فکر میکنم که در زمان خودشم، در زمانی که شاهنامه ظهور کرد و پیش از فردوسی دقیقی هم این کار آغاز کرد و دیگرای هم که کردن، فکر میکنم که اونجا هم به صفت یک پروژه بود، یک لایحه بود، یک برنامه دولتی بود برای بیدار کردن جامعه، برای به سوی علم و معارف و فضیلت و حافظه تاریخی روانه کردن ملت ما به وجود آمده بود. و سال نخستین را از همینجا شروع میکنیم استاد جمالدین سعیدزاده که همین ضرورتی به وجود آمدن شاهنامه در همان دوره خودش، منظور من زمانی سامانیان است، از همونجا شروع کنیم که چی ضرورتی بود. بس رنگ بردم در این سواسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. واقعا آریایی ها، ایرانی نژادان، تاجیکان و فارسا یک تاریخ بسیار پیچیده، یک تاریخ بسیار پر از فرود و فرازها دارند، علل خصوص شکست هایی که به این نژاد، به این ملت بعد آنکه شمشیر را از دست داده بود، بعد آنکه از فتوحات دست کشیده بود، خصوصا با آمدن اسکندر، اعراب و اتراک موجب آن شده بود که باید ملت از نو احیا شود. تاریخ فراموش شده خود را که در 200 سال به قول استاد زرینکوب عصر سکوت بعد اصطلاح عرب فراموش شده بود، آن را از نو احیا کنند. و مست در همین دوره بود که یک احیای فرهنگی، احیای روح ملی، اندیشه ملی، احساس ملی به میان آمده بود و برای بروز این اندیشه، برای گسترش این اندیشه، انکشاف این اندیشه، رشد این اندیشه، البته دولت ملی سامانیان مساعدت میکرد و فردوسی در یک جای خشک خالی شاهنامه را به وجود نیاورد. پیش از فردوسی شاهنامه های بسیار نوشته شده بودند، اما شاهنامه ای که اساساً فردوسی به آن تکیه میکرد از روی سرچشمه ها، این شاهنامه ابو منصوری بود. ما میدونیم که پیش از فردوسی دقیقی نیست به نوشتن شاهنامه آغاز کرده بود و هنوز 1000 بیت شاهنامه را نسروده بود که از طرف بدخواهان فرهنگ، بدخواهان ملت، دشمنان غایوی ایدئوی ایرانی نژادان از بین برده شد. و بزرگی فردوسی هم در همان بود که کاری دقیقی را ادامه داد و جوانمردی که او از خود نشان داد امروز باعث احسن و تمجید که 1000 بیت دقیقی را در شاهنامه خود جای داد. یعنی در همین دوره رستخیز فرهنگی احیای روی ملی که فراموش شده بود بعد اصطلاح عرب، یک ضروریت به میان آمده بود که قوم‌های ایرانی نژاد را چیکار کند؟ باید متحد کند و یک برنامه ضرورت داشت، یک لایحه ضرورت داشت که این قومی که خود را فراموش کرده بود بعد اصطلاح عرب از زمان ایران باستان، اگر ما از دوره
که در شاهنامه منعکس و مندرج شده است از دوره اسطوروی، دوره پهلوانی، دوره تاریخی را اگر با ما به حساب گیریم، این دوره را باید چیکار کردن در کار بود؟ احیا کردن در کار. و محض فردوسی بود که در اساس منبع و سرچشمه های قدیم و اشعاری که تا زمان فردوسی شاعران پیش از او از رودکی و ابوشکور و شهید بلخی ایجاد کرده بودند و منبع های دیگر، همین گونه یک شاهکاری را به وجود بیارد که از زمان کیومرث تا آخرین پادشاه ساسانیان یزدگرد که از طرف اعراب به قتل رسانده می شود، در اینجا چیکار کند؟ انعکاس کند. و همین چیز طوری که شما گفتید یک لایحه بود، یک برنامه بود، به قول امروز بسیار مد شده است که پروژه که ما استفاده میکنیم که بود که نه تنها در زمان سامانیان، در زمان دولتداری ملی ما، بلکه در زمان بی‌دولتی تا عصر 20 و امروز نیست این شاهکاری به مثابه یک برنامه است. ببینید که ما وقتی که درباره فردوسی صحبت میکنیم، خصوصا درباره پیام‌های فردوسی صحبت میکنیم، درباره وطن دوستی که همچون خطی سرخ در تمام شاهنامه عمل میکند، امروز برنامه ملی ما است. همان ابیاتی که به مثابه گیمن برگزیده شده است. نگاه کن بدین لشکری نامدار، جوانان شایسته کارزار، زی بهر بر و بوم و فرزند خویش، زن و کودک خرد و پیوند خویش، همه سر به سر تن بکشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. در طول 1000 سال بی‌دولتی و در عصر گذشته به آزادی رسیدن و در پایان آن به استقلال رسیدن و 32 سال استقلالیت، اون وطننامه هایی که ادیبان ما، اون اثرهایی که عالمان ما پیرامونش فردوسی شاهنامه خصوصا موضوع وطن دوستی نوشتن، گویا که از همین 6 مصرع فردوسی سرچشمه میگیرد. تشکر زیاد استاد. من فراموش کردم که کتاب شما رو یک معرفی کنیم. کتابی که روی دست من است، فردوسی شاعری پیام رسون، اگر خطا نکنم اشتباه نشد، ماه مرد به نشر رسید و همینجا در همینجا شما در چند جلد آنچه که درباره فردوسی، زمان فردوسی، حیات فردوسی، محیط فردوسی، شاعران زمان فردوسی، مقایسه و مقابله اشعار فردوسی و شاهنامه فردوسی با دیگر کتاب‌ها، عنعنه شاهنامه، بله همه اینا را در همین یک جلد کلان، یعنی 4-5 جلد رو در یک جلد منسجم کردید، یک کتاب خوبم به نشر رساندید. اکنون اینجا نام ماندید، همینجا نام ماندید. صحبت ما هم از همینجا شروع شد که شاهنامه فردوسی به عنوان یا که در مقام یک پروژه دولت سازی و هویت سازی و ملت سازی مهمتر از همین به اصطلاح توجه مرکزی شما در همه نوشته هاتون که با فردوسی و با استاد عینی رابطه داره و عموما به ادبیات فرهنگی با مربوط هستند، به همین نکته تمرکز میکنن. یعنی روحی ملی، شرایط روحیه ملی، بلند برداشتن روحیه ملی، خودآگاهی و خودشناسی ملی و همینطور ساختمانی یک دولتی واحد بتون ملی به واسطه یعنی همین پروژه ها. بله. انا همین در همینجا فردوسی ببینید شما نکته زبانیش هم تاکید کردید که مثلا میگه که تو ای مرد دانا به شیوا زبان پیام خرد را به مردم رسان. فردوسی میگه که تو ای مرد دانا یعنی به زبان گیرا و شیوا پیام خرد به مردم رسان و این است که زبان هم در مثلا کارگاه ایجادی فردوسی به صفت عنصر ملت سازی و دولت سازی و هویت سازی خدمت کرده است. بیشتر سر این صحبت کنیم. تشکر. واقعا درباره این کتاب صحبت کرده است. خوشبختانه این کتاب مورد قبول و پذیرش اهل جامعه قرار گرفت، حتی به درجه از بس که شما درست گفتید که خصوصیت دولت سازی، آینده دولت را تعیین کردن، روح ملی و وطن دوستانه دارد، بسیار خوش پذیرفته شد و این برای من یک چی بود؟ خوشبختی بود و طوری که نام کتاب از نام کتاب معلوم است، پیام است. گفتم که فردوسی چی پیام دارد؟ مثلا چی پیام؟ ما درباره پیام اساسی فردوسی که گفتم که این وطن دوستی است، اما فردوسی در شاهنامه تنها به یک گفتن یک پیام به مردم، به ایرانی نژادها، آریایی ها، تاجیکان و فارسا اکتفا نکرده است،
پیام های مهمترین فردوسی طوری که شما اینجا از خرد صحبت کردید، یعنی شاهنامه یک اثر عقلگرا است، یک خردنامه است و خود شاهنامه سر میشد که به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. ببینید یعنی آغاز شاهنامه با ستایش خرد، وصف خرد، یعنی خردگرایی شروع میشد. و من بارها گفته بودم که اگر ما از شاهنامه اشعاری را که در مورد خرد یعنی عقل گفته شده است جمع آوری کنیم، از یک جلد زیاد میشد. چی معنا دارد؟ چرا فردوسی بیشتر به این مقوله یعنی خرد تکیه کرده است و در جای دیگر میگه که خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود، خرد زنده جاویدانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. یعنی انسان مست به واسطه خرد، به واسطه عقل خود را چیکار میکند؟ اداره میکند، راهنمایی میکند. اگر ما خرد را به مثابه رول یا سکان یک شخصیت، یک جامعه به حساب گیریم، در آن صورت معین می شود که جامعه هایی که امروز سکان قدرت در دست آنها است، یعنی آنها در جهان حکمرانی یا که فرمان روایی میکند، اینا همیشه جامعه های خردگرا بودند، شخصیت های خردگرا بودند، شخصیت هایی بودند که همیشه در وهله اول به خرد تکیه میکردند و خرد را عنصر اساسی ملت ساز، جامعه ساز، شخصیت ساز تلقی میکرده. و امروز ما برای چی به پیام های فردوسی، به شاهنامه فردوسی تکیه میکنیم که بجز از وطن دوستی یعنی پیام وطن دوستانه، پیام مهم فردوسی این چی است؟ خرد است. بعد از خرد ما میرسیم به دانش، یعنی علم و دانش. علم واژه عربی، دانش واژه تاجیکی فارسی است. یعنی یک بیت دارد فردوسی که توان امروز زم شعار مردم جهان و شعار دولت ملی ما هست و میتواند باشد و در آینده هم بوده باشد. این توانا بود، هر که دانا بود به دانش دل پیر برنا بود. اولین بار به این نکته دانشمندی هند شبلی نعمانی پی برده است و این مصرع را توضیح داده است که چی معنا دارد. یعنی توانا بود، هر که دانا بود. کسی که دانا است توانا است، کسی که توانا است دانا است. ما باز برمیگردیم در طول قرنها از دوره ایران باستان، چین، هند، یونان، ما اگر موضوع را بررسی کنیم میبینیم که همون جامعه های پیشرو بودند، همون جامعه هایی که فلسفه خرد را، دانش را، عقل را، دولت سازی را تلقین میکنند و در این قلمرو برداشتند که آنها خردگرا و دانشگرا بودند. تشکر زیاد استاد. انا نکته خوبه که از اشاره کردید استاد، همین خرد است، دانشوری و دانشمندی و خردمندی است که ملت ها را در طول تاریخ به ساحل مراد رسانده است، به قله مراد رسانده است و موفق هم کرده است. امروز همین نتیجه محصول این خرد میدونیم که مثلا در 300 سال اخیر اروپا و امریکا و اینا به چی درجه های رسیدن از استفاده روی کار گرفتنی همین پروژه به اصطلاح خردگرایی. بله، همین پیامی که فردوسی داده است و تاکید کرده است که کسی که دانشمند و خردگرا هست، مثلش همین خرد، کسی کو خردمند و دادور باشد از ایران نکرده هیچ پنهان هنر. یعنی کسی که خردمند دادور است و قدرتمند است، توانمند هست، یگام کس را از همین بهره از خرد به بهره نمیگذارد. آمدیم سری همین که مثلا همین پیام فردوسی که با خرد شروع می شده، با خرد انجام یافته، مثلا سه به اصطلاح نوع جهانبینی ما را این ایکاس کرد و در مجموع خاطره تاریخی ما را به اصطلاح بازسازی کرد، از نو زنده کرد یا که احیا کرد. و ببینید در همون دوره هم ضرورت
سیاسی بود، ضرورت مفکوروی بود، ضرورت دولتی بود، ضرورت فرهنگی بود، ضرورت زبانی بود که با همین زبان که مثلا حساب و کتاب کردن دانشمندا که زیاده از 700 بعضیش میگه زیاده از 800 چند کلمه عربی استفاده شده است غیر فارسی و تاجیکی، یعنی به واسطه همین زبان که یک عنصری ملت سازی و دولت سازی است، فردوسی نه تنها توانست که پیام خرد را با مردم رساند، بلکه توانست که خاطره تاریخی ملت ما را که زدوده شده بود بر اثر اون تهاجمات بیرونی عربی و مثلا ترکی و اینا با بنبست مواجه گردیده بود از نو احیا کند. اکنون وقتی که مثلا دولت سامانیان برهم خورد، اون مثلا کشمکش ها و درگیری ها و پریشانی ها به وجود آمد و همینطور شاهنامه در مقامی یک کتاب بدیعی باقی ماند، یک کتاب بدیعی و ادبی باقی ماند. دیگر جستجو نکردن که مثلا شیوه های گوناگون دولت سازی و دولتداری و هویت سازی و روحیه سازی از این بگیریم و همینطور در اساس همین به اصطلاح برنامه مکمل مفصل دولتی و سیاسی و مفکوروی و مدنی و مغزی و روانی دولت های خودمون رو به وجود بیاریم. همین سوال میخواستم کنم که همین مثلا دیگر وقتی که سامانیان از بین رفت، سلالای تاجیکی سامانیان از بین رفت، طاهریان از بین رفت، صفاریان از بین رفت، غوریان دعوای اخیران بود که از بین رفت، دیگر همین شاهنامه عنعنه شاهنامه نویسی ادامه یافت، یعنی سنت شد، لیکن در قالب یک مثلا بدیعیات اثر بدیعی باقی ماند. آفرین، سوال بسیار خوب مطرح کرده و من در آغاز سخن گفتم که تاریخ ملت ما، تاریخ دولتداری ما، تاریخ سنت و آیین های ما، عموما فرهنگ و تمدن ما بسیار پیچیده است. واقعا درست گفتید که بعد پاش خوردن دولت ملی سامانیان اگر ما به تحقیقات محمد امین ریاحی یا که خالق میرزازاده تکیه کنیم میبینیم که میگه که آنقدر سیاست بیگانگان خصوصا دولت غزنویان با قوت بود که در چند اثرهایی که محض در عصر 11 و 12 آفریده شده بودند از فردوسی نام بردن نمیشد، زیرا قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از بس که در دست بیگانگان بود و مجال بروز اندیشه های فردوسی اندک، مورد اندک و کاهش یافته بود. اما با این همه طوری که شما ذکر کردید، یعنی زبان ما این کار رو چیکار میکرد؟ اجرا میکرد در زمان بی‌دولتی، خصوصا شاهنامه فردوسی که ما درباره مثلا زبان ساده بودن به زبان روشن گفتن و سنت فرض کردیم با زبان تاجیکی فارسی شعر گفتن و اثر ایجاد کردن را ما نمیگوییم که مثلا از زمان با وزیری برگزیده شدن میمندی که همه دیوان را به زبان عربی کرده بود، اما این زبان مقاومت میکرد. شما دقت کنید در عصر 13 مولانا جلال الدین محمد بلخی چی میگه؟ فارسی گو گرچه تازه خوشتر است، عشق را خود صد زبان دیگر است، بوی آن دلبر چو پران میشود، آن زبان ها جمله حیران میشود. اگرچه دولت ملی ما از بین رفته بود و طوری که شما گفتید که امکانیت برنامه سازی، الگو سازی، سرنخ سازی در دست ایرانی نژادان نبود، نمیتوانستند که از روی شاهنامه عمل کنند، اما محض الکی در عصر 11 دو اثری که موفق ترین اثرات در پیروی شاهنامه آمدند، بهمننامه ایرانشاهی ابوالخیر اسدی توصیف گرشاسنامه و اثرهای دیگر. بدتر وقتی که روحی مذهبی در جامعه غلبه میکند، منظومه ها یا که شاهنامه نویسی در قلمرو اثرهای مذهبی حرکت میکنند. به هر حال نام فردوسی، شاهنامه فردوسی که فردوسی ستیزی از محمود و شاعران ممدوحی او شروع شده بود، به این یا آن نوع به عمر خود ادامه میداد. اما از بس که دولت ملی نبود، ایرانی نژادان در طول 1000 سال نمیتوانستند که یک برنامه مکمل ملی داشته باشند، برنامه مکمل دولتی داشته باشند. از این رو دکتر باقری پرهام بیهوده نمیگوید که فردوسی در طول 1000 سال بی‌دولتی در جستجوی روحی ملی بود و این روحی ملی خوشبختانه فقط در عصر گذشته در ماوراءالهنر در سال 24 و در پایان این عصر
در سال 1990 یک احیا شد و در ایران هم از سال 25 تا سال 79 احیا شده بود. اما ما با اطمینان و باوری میگویم به بینندگان عزیز که در کشورهای همزبان فردوسی هنوزم در جستجوی روح ملی است. فقط در تاجیکستان عزیز ما که به استقلال رسیده است امروز همون روح ملی با شکل‌های گوناگون برای دولت سازی، برای آینده سازی، برای خودشناسی ملی خدمت می‌نماید. استاد این سلسله برنامه هست فردوسی یک پروژه یا که پروژه و لایحه و یا که برنامه کلان دولتی و سیاسی بله بنابراین در یک برنامه دو برنامه ما هم کوشش میکنیم که با حضور شما و دیگر دانشمندانی که در رشته شاهنامه پژوهی تخصص دارن اونا رو دعوت کنیم همین مسئله رو به صفت یک پروژه کلان سیاسی و دولتی و مفکوروی و ادبی و فرهنگی و مدنی بررسی کنیم مطرح کنیم تا اینکه توانیم که در شرایط امروزه برخوردهای سیاسی و تمدنی با همین گونه پروژه ها ملت خودمون رو به ساحل مراد رسانیم. بنابراین شاهنامه ضرورت دارد، آموزش شاهنامه ضرورت دارد. در همین زمان ما مثلا شما در خاطر دارید که 2 سال اخیر در رابطه با همین در قالب شاهنامه فردوسی تحت عنوان جغرافیای تاریخی و فرهنگی شاهنامه کنفرانس بین المللی دایر گردید با حضور دانشمندان داخلی و خارجی و همین طور آمدیم استاد سر این که شاهنامه در زمان و شرایط نوی تاریخی مرحله نوی تاریخی که ما به استقلال سیاسی و دولتی رسیدیم و امروز چی نقشی داشته میتواند شد. تشکر. طوری که گفتم در طول 1000 سال به دولتی از بس که استقلال فکری، استقلال ادبی، استقلال علمی ما نداشتیم در دست بیگانگان بود. به قول دکتر شفیعی کدکنی که از روی یادداشت‌ها قید میکند میگه که در ماورا هنر درباره حضور ادیبان ملی در ماورا صحبت میکند. در کتاب شاعر آینه ها فردوسی را میگه که در گوشه حضور دارد. ببینید یعنی از نبودن دولت ملی چقدر اهمیت داشته است و طوری که گفتم که وقتی که ما در عصر گذشته به آزادی رسیدیم و در پایان و به استقلال رسیدیم امروز اکنون فردوسی هیچ گونه محدودیت در آموزش فردوسی در فراگیری فردوسی در میان نیست. فردوسی زنده شد. فردوسی بعد 1000 سال به برنامه ها وارد شد. بیهوده شعرای ما نگفته بودن که سرود رودکی شد زنده اکنون رسیده اوج فردوسی به گردون رودکی را کرد بینا انقلاب داد عمر نو به سینا انقلاب. یعنی چهره های ملی ما به قول استاد محمد جان شکوری که در مکتب ها آموخته نمیشدن الکه و در همین دوره به برنامه ها وارد شدند و یکی از شاعران بزرگی که در همین دوره آثاری و در دسترس مردم قرار گرفت و خصوصا هنگام جشن هزاره فردوسی سال 1934 این حکیم فردوسی بود. و فردوسی طوری که شما گفتید امروز در زندگی ما مثل آن که در تن انسان خون حرکت میکند جریان دارد. ما درباره مثلا بزرگترین کتابخانه که تا کتابخانه ملی به نام فردوسی را گرفتن یا که هیکل فردوسی را گذاشتن قلب براختن فردوسی کتاب مؤسسه ها را خب ناحیه ها را به نام فردوسی گذاشتن. اثرهای نثری مثلا اثر مشهور رمن ساتم الغزاده فردوسی یا که آنهای شاهنامه را به نثر نقل کردن همه این از آن چاره‌بینی ها از آن ضروریت های هست که ما باید به شاهنامه و فردوسی رو بیاریم و حتی قانونی که در پایان عصر گذشته در سال 2022 قبول کرده درباره وطن دوستی شهروندان تاجیکستان از همین شاهنامه مایه میگیرید و طوری که شما ذکر کرده که 2 همایشی که در سال گذشته و امسال چند روز پیش برگزار گردید این از آن درک میدهد که شاهنامه اثر امروز و فردای ما است. امروز ما برای آنکه ملت ما هویت خود را حفظ کند موجودیت خود را حفظ کند آریایی ها ایرانی نژادها تاجیکان و فارسا آینده موقع و مقام خود را در منطقه داشته باشند در جهان داشته باشند امروز همه رو به شاهنامه میاره. بنابراین هنوز در عصر گذشته حاجی حسین خلتوانی گفته بود که گر نمیزد سخنوری توست کی بودی
کیقباد و کیقاوس. اگر فردوسی شاهنامه را ایجاد نمیکرد ما امروز در اینجا چی صحبت نداشتیم. رجال بزرگ تاریخی خود را، رستم را، اسفندیار را، کیقباد را نمیشناختیم. انا همین بیت حاجی حسین ختلانی میتواند به مثابه برنامه ما باشد که امروز فردوسی برای ما بیش از تمام شعرای بزرگ ما، قله های بزرگ داریم. امروز باید در معرض دقت تمام شهروندان، همزبانان ما، اونهایی که در منطقه های گوناگون جهان به این فرهنگ، به این تمدن علاقه دارند، باید مورد نظر باشد. و من گمان میکنم که کتاب هایی که در این زمینه در مورد فردوسی نشر شده است در طول 1000 سال، خصوصا در عصر گذشته و در زمان صاحب استقلالی، امروز باید در مجموعه های علاهیده یک اثر بسیار جلده باشد که هر نفر شهروند تاجیکستان از خانواده شروع کرده در مکتب، در مدارس، در همه جا شاهنامه خوانی کند. بیهوده شاعر شهید و شهیر مشهور ما بینید در زمان جنگ شاهنامه خوانی میکند و اون شعر مشهوری که حبیب یوسفی در زمان جنگ ایجاد کرده است که ز عشق وطن جوش دارد دلم، به حرف وطن گوش دارد دلم، وطن را بنازم مرا در کنار، چه مادر گرفت و نمود بختیار، وطن جان من هم جهان من است، وطن باغ هم بوستان من است، برای وطن جان فدا میکنیم، وطن هر چی گوید ادا میکند. امروز شعار ما از آن عبارت است که ما در اساس پیام‌های فردوسی که ما فقط چند پیام اساسی اش را گفتیم، امروز ما این ملک را، این وطن را، این آزادی را، این استقلالیت را با جان خود دفاع میکنیم. این به آسانی به دست نیامده است. هر شهروند باید امروز جان خود را در راه وطن، در راه دفاع وطن دریغ ندارد. و به قول ملک الشعرا بهار که یکی از پیروان و شاهنامه گرایان بزرگ عصر بیست است، میگوید که در قصیده حب الوطنش که هر کی را مهری وطن در دل نباشد کافر است، معنی حب الوطن فرموده پیغمبر است. گر بباید مرد بار خز در میدان بمیر، مرگ در میدان به از مرگی که اندر بستر است. یعنی امروز تمام شهروندان ما 10 میلیون نفر باید شاهنامه خوانی کند. هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند. من از این منبر بسیار بلند، منبر بسیار بزرگ با آبرو دعوت به عمل میارم که ما باید امروز رو به شاهنامه بیاریم. ملت استقلالیت رو به شاهنامه آورده است. در همین کتاب من یک موضوع شاهنامه و زمان ما، اگر این موضوع را بررسی کنن، درست‌تر مطالعه کنن، میبینن که یعنی ما امروز به شاهنامه نیاز داریم. یعنی ما امروز اون آرزوهایی که فردوسی در شاهنامه مندرج و منعکس کرده بود امروز جامعه عمل پوشیده است، اما ما در یک جا نمی‌ایستیم برای استوار کردن پایه‌های استقلالیت، خصوصا دفاع این کشور و این ملت. ما همگان رو به شاهنامه میاریم، رو به فردوسی. تشکر زیاد استاد به اون پیامی که دادید و اون پیامی که در اینجا در چند مجلد تذکرش هم رفته است و تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید و یک صحبت خوبی هم کردید، صحبتی پرحرارت و صحبت هیجانی هم بود و طور مسلم است شاهنامه بدون حرارت و بدون این هیجان اینو هم نوشته. فردوسی همین آثار با یک احساس وطن دوستی و سیله شوره نوشت. حتی همین داستان رمان ساتم اولوغزاده را بینید همین گونه احساس دارد. یعنی یک ملت، یک شخص، یک تمدن اگر احساس نداشته باشد وای من گمان میکنم چیز هیچ است. ما هم احساس داریم، هم از روی چی میگن خرد عمل میکنیم و امروز هر دو برای ما مثل من گمان میکنم یک دو بال یک پرنده. تشکر علی. سر موضوع احساس ملی و هویت اینا هم صحبت میکنیم چون که برنامه جاذبه است، همین موضوع رو فرا میگیره. تشکر به شما استاد که آمدید. این یک صحبت و دو صحبت نمیشد، یک فکر میکنم سلسله صحبت میشود و این شاهنامه اقیانوس است چون که در ابتدا گفتید و میگوید که شاهنامه شه کتابی بی‌نظیر و بی‌بهاست، شاهکار شخص فردوسی
حکیم پارساست. عالمی گنگ و کری ما را دیگر صوت و نواست. سرگذشت و سرنوشتی ملتی دیر آشناست. منتها تاریخ اجداد دنیاست، افتخاری آریایی زاده است. و تشکر، یک بار دیگر تشکر با شما استاد. زنده باشد بینندگان ارجمند. رسیدیم به پایان برنامه. روزگاری خوش و بردوام و ایام بکام.